با صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان امکانات معرفی فرهنگ و مدنیت و تاریخ بوی و غنی مردم سربلند تاجیک با تلاش‌های همه‌جانبه پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باز هم وسیع‌تر گردید. جهت پاس داشتن چنین ارزش‌های تاریخی و فرهنگی همساله در مقیاس جمهوری، فستیوال آزمون صدرنگ چکن با یک شهامت بی‌اندازه داخل می‌گردد. بانوان ولایت امسال نیز آزمون را در سطح بلند داخل نمودند. هدف از برگزار گردیدن فستیوال آزمون مذکور ترغیب لباس ملی عنوان نمودند. در دور ولایتی فستیوال صدرنگ چکن از تمام شهر و ناحیه‌ها اشتراک می‌کنند. هدف از برگزاری فستیوال صدرنگ چکن این احساس وطن دوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ و رسم و آیین‌های ملی و مردمی و معرفی صنعت و هنر و والای خلق در عرصه بین المللی به حساب می رود. مورد به ذکر است که در چهاربینی همزمان از طرف فرهنگچیان ولایت نمایش جلوی رنگ ها تشکیل گردید و در آن بانوان فعال ولایت لباس تاجیکانه به بر هنرهای دستی خویش را به معرض تماشا گذاشتند. این بازگو از فرهنگ و تمدن، رسم و رسوم ملت کهن بنیاد تاجیک دلالت می دهد. ما فستیوال آزمون جمهوری جلوی رنگا رو با نمایش لباس ملی جنبست نمودیم. دور اول آزمون در ناحیه‌ها جنبست گردید. امروز ما جلوی رنگا رو در ولایت جنبست نمودیم. مقصد برگزاری فستیوال آزمون جلوی رنگا این بی‌دوشوی طبیعت است. دنیا زیباست زیرا یک رنگ است. زیبایی عالم در رنگارنگی است. مقصد برگزاری آزمون جلوی رنگا این لباس ملی، زنده کردن لباس ملی است. ترغیب کردن لباس خود باید در همه نمایش دهیم و ما رو با لباس تاجیکانه میشناسند و ما میتونیم در همه جا لباس خود رو معرفی کردن. مورد به ذکر است که در آزمون مذکور طراحان بهترین ولایت، بانوان فعال و جوان دختران کسب و کار گوناگون شرکت ورزیدند. گفته شد که هنر چکندوزی و آفریدن بهترین هنرهای دستی میان مردم سربلند تاجیک با یک شهامت بی‌اندازه تاکنون مقام و منزلت خاص را دارا می باشد. امروز تاجیکستان صاحب استقلال را در تمام دنیا با میراث گرانبهایش، لباسهای زیبا با طرح و نمود مختلف تاجیکانه میشناسند و احترام می نمایند. در این زمینه همساله فستیوال آزمون صدرنگ چکن در تمام قلمرو شهر و نواحی جمهوری تاجیکستان با اشتراک بانوان و جوان دختران برگزار می گردد. در چهاربینی همزمان قید کرده شد که برگزاری چنین فستیوال امکان می دهد که هنر والای چکندوزی، صنعت اصیل گلدوزی، سوزندوزی، طاقه‌دوزی و نوع‌های گوناگون نقش و نگار ملی دوباره احیا گردیده و جهانیان معرفی بیشتر کرده شود. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در سمت معرفی بهترین هنرهای مردمی، لباسهای قدیمه، طعامهای ملی، چندین برنامه‌ها و آزمون‌های جمهوری میان اهالی کشور داخل گردیده. این عامل بهترین وسیله بهر تقویت دادن هنر دوزندگی و طراحی و رشد هنرهای قدیمه دستی مساعدت دوچه می‌نماید. داوران نمایش تمام اشتراکداران را بهاگذاری نموده، جای اول برای گلدختران نوع روشن، جای دوم برای گلدختران شهر خاروق و جای سوم برای گلدختران ناحیه اشکاشیم سزاوار دانستند. در فرجام برنامه اهل فرهنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشکش حاضرین گردانده شد.